چیکار اینا بابا، اینا دیوانن. دست به هی جارم نیاده بارلا دی به اندالام برست من دومه تنا و بی کس بردنم جاهین و خین بس کس به هی جارم نیاده بارلا دی به اندالام برست پس بردین و دست پیشنهادین سیچ آخر سیچ مردم ای بنادلی شنادین مردمی دیلم بناتون آی سردم گراتون مردمون مردین نهارین مرد چه کردیم نفس دارم هنی نوم گلم ریزونمه نیدو از زونم بیافته تا نفس من جونمه مردمی دیلم بناتون آی سردم گراتون مردمون مردین نوارین مرد چه کردیم باباتون مردو گله نداره مرحق اوگل نداره سیچه بارن جا تو لفید با جبوناتون چه کردی مردو که پیو کوچ رفتن که پده چه خان بیان کلاب رو چه خان بگیم چه خانه رای بندون ما غیبا چای پای چای بیتا بخیری الان برای چه خان بگید چه خانی بندون ما غیبا نخنده نومن نبری بلا استشو بیارن آبرونه که خان چه داخلی شکلی پا میوم شکلی مدام پینچیان بچه خواب میشه Kveco میشه من کوچنیم Kveco دبا اینو کوچه رفتن نه رفتن بیان چی اومد چی اومد خان بگیم چرا خان بنده ما رایبار نبی دور میگرهیم من چکنیم نه اومد خان بگیم چی یالا زن ما زن بیتالا وقتی هم برگید وقتا من به زد فرار کرد اصلاحش هم برد چی؟ بدبخت شدی خان در بدر میکنه اصلا چیکار کردی؟ اصلاحش برد کجا برد؟ تو رو زدش فرار کرد برد اصلا بردش اصلاحش اصلا چیکار
Ustam da seni bu lan. Ala peydaş şekini. از کجا Peydaş گرفتم؟ şekini. Peydaş şekini ala. کجا بلایی Mola شدی؟ be. Ala bak te khan از ala. کجا گرفتی؟ کجا بودی دختره؟ دختره پیشت بود؟ پونچ سرت خواهی تو سرت ممنون خانه سفانه پیشت میبرم ممنون خانه سفانه پیشت میبرم Asam. ممنون Asam. خانه Asam. بچه چس دارم را پیش خواهی در چی؟ Asam ayı mola de ma peydaş şekini. Sen چی هم بیدش میکنی؟ Sen çubuk peydaş şekini ders bahsi öğretmiş. خانه الان میگی من اون برای با Asam bay ya. چیکار کنم من؟ Asam bay ben fil berdağın çay kal. همینجا خودم من اون برای Fil با berdağın şeki darım. Ve fil فیلم مردان شای داری؟ Ha. بابا دروغ میگه این خودشو بیارزه نمینه دروغ دارد دروغ میگه اینه دختره بگی تو dere بود فرار دختره کرد. نتونستیم جیری میگی تقصیر اونه Ya بالاخره ثابت بود. اینا تو اگه بیابون گذاشتی کن نمیری. خان تا اینا خان. دست نمیری نمیری. خان اسلحه ما چیکار کنیم اسلحه را حالا این دختره که میگه رفت خان. اسلحه خان ما چیکار کنیم حالا چی تعمیر خان میدیم حالا گذاشت ما رو داریم میریم پیش خان حالا گذاشت دیگه چیه گذاشت کنم خان حتما خان من گذاشتش کنم برم پیش خان میگن گذاشتش کن من خان. گذاشتش کنم. مولد وای تو سرت مولد وای تو حتما سرت. دست بسته یوری بیدار. خان اینا sen yani çubuk evet. خان اینا تو بیابون من تنها گذاشتم به آب دادم نه غذا داشتم میمردم اینا خیلی بیرم اینا نگاه کن چقدر بی احترامی میکنه نگاه کن چقدر بی احترامی میکنه وای تو سرت بسی چه ها تو نتونستی دختره بگی تقصیر اینه حالا یه مولد به حتما پیدا کنیم. چندی من مولد بودم چندی چه میارین شما شرمنده شما همراهش بودی تو دیدی فرار کردن اینا نه اینو دینش بیان اونو بکن اصل خانه خواهرتو برده ها اصلا مثل شما بیابون خب بکنم حالا من باباتو بل نمیکنم تا اصل خانه نیاری اصل خانه نیاری اصل خان خود ناموس خانه و اصل خانه نیاری خواهرت نیاری اینجا اصل خانه نیاری باباتو میکشم تا برنگوی گرمی آه. پوشمون ریگیره باباتو باید دوتا میکشم تا خواهی تو سرتو حالا برم پیش خانه بگیم چی؟ حالا بود داریم بریم پیش خانه زمان رفت کو بعدش از این فرار کرد رفت هم من تو شبانه روز اینجا نشستم منتظر شما دوتا ابله ما باید دو روز هم ما یه دختر بیار یه دختر بدون سلاح دو روز ما آب و غذا نخورد. زهر ما خوردی چه سفر اشخار اصلاحات بردن دخترم فرار کرد خواهی تو سر دوتا سر فتکار باید کام شو اشخار با تفنگه برده بیار برو دختره با تفنگه برده آه ریس سفید دامادی فردا ای دختره با نهری با اصلیت خودم بیبرم برای با فهمیدی؟ باید بمشم نمید بده من دوار بده من چهارم بده من باید بمشم اینجا فردا بگی دختره ببین فردا دختره نیاری با تفنگ خان نیاری خودم باباتو میبندم به رای فهمیدی؟ برو نمشو برو بیا برو بیا برو بیا
خواهی تو سرشو که نتونه آرزا نداشتن دختره بیارن تا پنجشون هم گرفت دارم خواهی تو سرتون شما مامورا خان بودی باشه طرف خودی گلیم خوش شد پاشا بابا تو فردا میبرم به رای با فهمیدی؟ خان فردا میبنده اون برای ما فقط فردا اینا این دوتا فردا دختران نیارن با تو پنج خدا قسم میخورم میده بندشو به رای بار چی بودن؟ مامورا خان شدن به خان گفتم این دوتا عبده به درد ما نمیخوره گوش داد خان بابا اینا چی بود اینا مامور خانه هرچی من گفتم با گوش خان نرفت حالا میخوام ما بریم تا خان جای دوتا عبده من برم پیش خان بگم تو این خان رو بردن ها خوب همه مقصر مادر توه شما هم رو تا دختر برو دنباشو بگن بعد که دختر رو پیدا کردی با تو من بیارم چش برو سلام به کو رفتن اینا رفتن تو خونه دیروز اومدن آدم‌ها خان اومدن اونا رو زدن خیلی زدن اذیتش کردن گناه داشتن اما بعد گفت اصلا هم برد و رفت بعد خواهرت میخواست بزنه خیلی اذیت بابات هم آزار نکردن اینا خیلی اذیتش کردن تو میخوای چیکار کنی حالا باید با ایمانو پیدا کنن گوشی تو بزنی زنگ دوباره زنگ بزن زنگ بزنیم ایمان بیا خدا روشن باشه روشنه الو سلام خوبی؟ چه خبر؟ ایمان کورنی خوبی سلامتی؟ نه خون نیزان کورنی باید بیم خیابونو بیا دنبالم فرار کردم از این 2 روز مکوی دریقه رو هرچی زنگ دیزن خاموشی کورنی نونم یه باقیه نونم کورنه بگی با هم کردیمی باشه رفتم امونه نبید گوشی تا این 2 روز خاموش سی بیا باشه حالا خدا تشنمه بریم پلونی اتاق اینجاست ببینی آبی هیچ چیزی نداره یا اتاق اینجاست ببینیم آبی چیزی نداره بخوریم من هم میخواستم بزنم همین اعصاب بخوام اون چه رئیس شونه بهتره همین این دوتای خیلی احمقن و من میگفتم اگه بفهمین که مثلا تو طرف داشتی یا کمکش کردین
بیکشیم تهدید هم کردن. خیلی من میترسم به خدا ازش. آدم های نفهمی هم. بذار ایمان خودش بیاد ببینه چیکار میکنه. میاد دور اومد، خیلی طول کشید. من شهر خیلی دوره. صدا میاد. ایرنا بیایید ایرنا. ایمان خوبی؟ کور بیتی رو خوبی چه فراشی؟ بیامونه داره گوشی ما خاموش بی؟ خاموشی هستی تو باید تفنگ چیه؟ یکی آدم خانه زیم نورم سشومی زایی؟ کنه بیدی رو زرچی زنگ زیم خاموشی. گوشیم این اشتاد بی از خاموش بی آنو درستشه گوش طرف فراش چه زنگ بیا ما؟ هرچی زنگ زیم خاموش بیری از این 2 روز آدم خام بلام نکمی بیابونی قدانه زوجون دارم. من با دوین زرش کردم ماشین رو میرسه زینو بلا که روزه نبرده نه سالمی لالا چیزی ما واقعا بدبخت بود. بنزه ماشین میرسه و زود تشو فراش کردم ما خانه آنو دید خان تشو فراش کردم من یه 2 روزه در به در دین دیگه شما بلام نیگردن. گوشی من میرسه هنو تازه رو یک گوشی دسته زینو با بوندوی زش کردم و زور تشو فراش کردم همه خانه نام دین و خیابون چی بایی چه نابودی چی ما نبا بدون درد سر به هم برسی. وقت شو هم میری بی؟ آسوش دوشایی دست ما سر دوری بره بیابون. گوشی با خاموش رو بی با اون بگیره بودن برده نانو چای شدنه. پرسا چردان گلام زندانه با اون بلانوشی بره. من رفتم بیا و ما سراغه رانگه کد فراش کردی ای رو خبر با اون نانی چای کرده. یا ندین آتشو فراش چون در ریم بکنم با او تنگه چرد بونچه من زندان بخانه اون چه کنم کشید انتقام کنم چیزی چی نمیگه. بایی اصلا این خانه نوکر خانه؟ دوشیش گیرم زیم و کن بس مازی اصلاش بس امور ارداشت ما از اصلا این حسه از اصلا این حسه بفتشان یعنی منش خو خالیه فکر کنم کمرش بیان دو سالش خواستم رسم فرار زلدری فرار چون فقط ترسم خالیه فشانی منش آه سی اصلا الان ده ابلان بجرمو کشن مو
اصلاش نداشت آوردی کشم جافتن مو یعنی 3 روز ممکنه تا گوشید خاموش بی مجبور بیام یه چی باخوام بیارم که شاید چی حیوانی رایقه چینه بساینا همین چیزی ترس دارم خوبه پیش چند شده تشنمه تشنته؟ 2 روزی چی نخم بیابونه داره خنا نه تا می زنیدم وسیله چی بیام برم و بریم مشاید چی بخریم گفتیم مردین خب هیچی اصلا نخردی 2 روزه؟ نه هرچی یشت من او تمیزه گیردم و مش او کسی بیاد تا حالا زنیدم ماشی بیا برم الو خوبی سلامتی ایگو ایمان تیمی با قنبری نه ایمان بری مال ایمان همین با قنبری نه ایمان بری مالی زینا دوش تالا هیز آن نخرده باشه زیب بیا و تا بری او نه زیرا کنم بازار ایمان برو اومدم برو من قایم میشم برو بلیش پشنگ نداری چی شد؟ نظرش گناه داره نظرش گناه داره بابا نزن من دست بسته داریم میته خان بلا اصلا بردار معمول خان دهی اصلا نداره که نیاد دیوش بس نشت بایی بلا بس صبرين بري براري كنيا براري بلاش كدوام براري كفا بريس لا نسكو لا نسكو ذهب بلا يودا ولا استنى
ببرم های ببرم بریم آه تا میشه خان یا بریم خان منتظره پاداش ببرم بریم شما چش بده بخی بزن دو روز ما رو علاقه بیاونه بکن لعنش کن یه رو را بریم توضیح با بریم چی بیا هلا بخوام با یه پاداش خوب شد جواب پس بده به حساب آه فرار کنی آه یعنی ما تو چه داخل دیمه دست خواهم بک باز برم برم خان آواره کرده تکنگاهان بیاون و دینیده توضیح بده چی بیو یعنی وای باده وای بادم بله. یه یعنی نابود برم هلا هلا کفو برم چی چی را کرد بابا منم ببریم بابا بابا خبر چیکار کنم من بیا برم بابا ساق ایمان چیکار کرد ایمان آقا اینا دیونه ها بردن چیکار کنیم چی شد کمرت با چی زدن آی وای من چیکار کنم اینا بابا اینا دیوانن احمقن با یه افراد خان اینا من چیکار کنم من تو برو سراغشون من چیکارش کردم من نمیتونم دیگه بیام اگه اومده من میکشن دیگه نمیتونم بلند شم من برم سراغشو آره تو برو سراغشون من چیکارش کردم من دیگه نمیتونم و تو میتونی بری خونه تو اینجا میمیری تو بیامون از گشنگی بیابی نمیتونم اصلا خیلی زدن خود تو زنگ میزنم به یکی بیا ببرد حداقل ببرد یه جای بیمارستان دکتر یه جا من میرم سراغ اونا باشه من میرم یه جوری میرم زنگ زدم یا میبرن دیگه نمیتونم تو برو سراغ اون چیکارش کردن گناه داره باش میرم